سلام ارادت آقا، ساعت حدود 2 شب، هوام خیلی سرده. من دیدم جلوی بیمارستان وایسادی، اتفاق خاصی افتاده؟ از همدان آمدیم، خانمم چشمش مشکل داره، اینجا وایسادیم که صبح بشه ببریم عمل کنه. پدرم الان تو تهران، فرزندی کسی رو ندارید که امشبو میرفتید اونجا استراحت می‌کردید؟ پسرم تو تهرانه، ازش هم بد نیست، با عروسم مشکل داشت حرف بزنیم. مگه میشه مادرش الان تو بستر بیان تو این هوای سرد بارونی میزنه؟ اصلا من باهاش صحبت میکنم جلوی دوربین ما قطعا بفهمه که این اتفاق افتاده، میاد امشب شما رو میبره. من تمام دار ندارم فروختم که این چشش خوب بشه. من هیچی ندارم غیر از این. زندگی من این خانومه. باشه پسرم، شما میگی من زنگ میزنم. سلام پسرم، من مادرت آوردم برای عمل، الان جلو بیمارستانیم، میشه بیام امشب بمونیم اونجا؟ باشه میدونیم، من زنم نمیذاره. با کی داری حرف میزنی؟ بده من گوشی ببینم. حتی یه دقیقه باز برای چی به ما زنگ زدی؟ بذارید زندگی رو بکنیم دیگه. خانم محترم سلام، برای همسرتون و مادر همسرتون توی سرما نشستن، صبحم عمل دارم، میخواستم فقط 3-4 ساعت خونه شما بیان. این چه طرز صحبت؟ کاش نه زنگ نمیزدیم بیلی عروسمون اینجوری داد بیداد بکنه، خانمم ناراحت شده. پدرچه من میدونم خیلی ناراحت شدید، بس ولی ویدیو ما همش اسپانسر داره که یه فروشگاه معتبر به اسم ایران موبایل، که ما تمام هزینه‌های هم بیمارستان و هم هزینه‌های هتل امشبتون رو تقبل می‌کنیم. به قول شما فقط همسر که میمونه.